سلام دوستان عزیز، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. امروز با چند تا از زردآلوهای تازه و خوشرنگ که همین الان از حیاط خونه چیدم میخوام یه کیک فوق‌العاده خوشمزه درست کنیم. عطر این زردآلوهای تازه واقعا بی‌نظیره. مطمئنم وقتی کیک آماده بشه همه عاشق طعمش میشن. پس تا آخر ویدیو همراه هم باشیم. مواد لازمم برای این کیک: تخم مرغ 4 عدد، روغن مایع 200 گرم، شکر 250 گرم، ماست شیرین 230 گرم، آرد قنادی 450 گرم، بیکینگ پودر 1 قاشق غذاخوری، وانیل نصف قاشق چایخوری، زردآلو 100 الی 200 گرم، گردو هم به اندازه نیاز. اگه خواستیم میریزید، خواستی هم نمیریزید. اول از همه 4 تا تخم مرغ رو داخل کاسه میشکنیم، بعد وانیل و شکر رو اضافه میکنیم و حدوداً 6 دقیقه با دور تند همزم میزنم تا مواد کاملا کرم رنگ و حجیم و کشدار بشه. این مرحله باعث میشه کیکمون نرم و پفدار بشه. بعد ماست شیرین رو اضافه میکنیم که ببخشید ماست تو فیلم نیفتاده. بعد روغن مایع رو اضافه میکنیم و در حد مخلوط شدن به هم میزنیم. آرد و بیکینگ پودر رو 3 بار من از قبل الک کردم تا کیکمون بافت لطیف تری داشته باشه. حالا کم کم به مواد اضافه میکنیم و هم میزنیم تا مایع کیک یک دست بشه. شما هر قالبی را که دوست داشته باشید میتونید با کره چرب کنید. من این قالب داشتم، با کره چرب کردم که مایع را بریزم توش. حالا نوبت زردآلوی تازه است که روی کیک میچینیم. چند تیکه گردو هم اضافه میکنم که هم خوش طعم‌تر بشه، هم ظاهر زیبایی داشته باشه. من فرو از قبل روی 180 درجه گرم کردم. حالا قالب رو داخل فر میذارم و حدوداً 45 تا 50 دقیقه صبر میکنم تا کیکمون کاملا بپزه و روی اون طلایی و خوش رنگ بشه. همراهان عزیزم، و اینم نتیجه نهایی یک کیک نرم، خوش عطر، پر از طعم زردآلوی تازه. امیدوارم شما هم اینو درست کنید و از خوردنش کنار خانواده لذت ببرید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً با لایک و نوشتن نظرتون از من حمایت کنید و اگر هنوز عضو کانال نشدید حتما سابسکرایب کنید تا آموزش‌های خوشمزه بعدی رو از دست ندید. ممنونم که تا آخر همراه من بودید. متشکرم.